أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هموطنان عزیز، همدیاران مهربان، مظلومین و مهاجرین، کسانی که از وطن بی وطن هستین، کسانی که در غربت هستین، کسانی که از ظلم و مشقت این رژیم امامعلی در دولت‌های خارجه از دست این رژیم پناهگزین شده، سلام و درود خود را برای شما میرسانم و سلام گرم خود را به تمام هموطنان، به زنها، به مردها، به طفلکان، به جوانان میرسانم و میخواهم که چند لحظه شما را بگیرم و برای شما بیان کنم که حقیقتی چهره رژیم امامعلی که دین روز ساعت 10:50 در مسکو حمله ناخوشی که از طرف امامعلی و امنیت امامعلی و برادر ما ابراهیم مقصود شد برای شما بیان کنم که جای تأسف است، جایی است که دلهای ما میترکد، جایی هست که ما غمگین میشویم، جایی هست که برادرای عزیز البته جای گریه است که جوانهای ما دانه به دانه در زمین ها میغلطند و ما و شما هممون تماشابین این صحنه های هستیم که صحنه های خونین، صحنه های هستند که صحنه هایی که جوان های تاجیک به گوناگون در مختلف منطقه ها میغلطند. اینها سر و دهن از اینها پر از خون هستند از طرف رژیم امامعلی. البته معلوم دار است که برادر ابراهیم مقصود یکی از جوان‌های بود که اولین شخصیتی بود که تمام مصیبت ها، تمام مشکلات ها را در پیش روی خود گرفته در میدان مبارزه داخل شده و در این میدان البته میدان خطر بود، میدانی بود که در این میدان این راه اختیار کرده بود که راهی بود که در اینجا فقط مردن هم هست، اما این انسان به خاطر آزاد کردن جوانها، به خاطر آزاد کردن ملت تاجیک، به خاطر آزاد کردن مهاجرت از دولت‌های روسیه، به خاطر آزاد کردن مردم تاجیک از ظلم قدم اول شد. این برادر در شهر مسکو به دستگیری حکومت روسیه قدم‌های خود را گذاشت. متاسفانه دین روز ساعت 10:50 از طرف رژیم به طریق یک تفنگچی در پایش تیر میخورد و در پشتش 2 کارچه میخورد و کارد خوردگی البته در جاهای منطقه های میخورد که به قلب نزدیکتر است. و امروز این برادر ما در شفاخانه به حیات خودش مبارزه میبرد که آیا در این حیات باقی میماند یا که سفر میکند برای همیشه. و ما و شما برادرها تماشا فقط میکنیم، ما و شما برادرها فقط تماشابین هستیم که آیا این میرود یا که در میدان باقی میماند. برادرای عزیز، ببینید که حقیقتی چهره امامعلی را ببینید. ما و شما را به تهمت‌های گوناگون، به سپاراتیست، به تروریست، به حزب تحریر، به القاعده، به چگونه نام‌ها ما را در جهان امروزه معرفی میکند، اما خود امامعلی یکی از تروریست‌های کلانترین تروریست‌هایی است که یکی از نرکابرانی است که به طریق امامعلی و به طریق امنیت تمام جهان نارکوتیک تأمین می شود. امروز برادران جای ترس نیست. امروز برادران ما و شما باید چیکار کنیم؟
باید ما و شما مبارزه ببریم. این خیلی صحنه‌های خونینه که فرزندهای ملت تاجیک در روی زمین میغلطند، خونشون جویبار و جاری میشود، اما ما و شما فقط یک چیکار میکنیم؟ تماشا میکنیم. برای ما و شما برادرای عزیز شرم است. ما هم مثل شما فرزند داریم، ما هم مثل شما زن داریم. برادر عزیز ما عمر علی قواتوف مثل ما و شما زن دارد، فرزند دارد، یک تنه 5 فرزند دارد، اما به خاطر شما، به خاطر آزاد کردن شما از همین غلامی حرکت میکند که شما را آزاد کند. پس چرا شما خاموشی را اختیار میکنید؟ به خاطر چی؟ چهره امام علی را شما باید به خاطر جهان، به مردم بفهمانید که این ظالم، این اولین شخصی بود که در خون دست داشت. و این برادر ما ابراهیم مقصود یک برادر بسیار برادر عاجز، بسیار برادر اینتلیجنت بود که یک انسان هوشیار. امام علی نخواست که این قسم هوشیارها زیاد شوند و سر اینها را میخواست بزنند، اما خداوند رحم کرد که این در حیات باقی مانده است تا امروز و در حالت بسیار سخت است در شفاخانه. و ما دعا میکنیم که خداوند این را شفای کامل بتید که حیات باقیش در مابین ما و شما سپری کند. خب دیگه برادرای عزیز، من برای شما یک چیز میخواهم بگم که ما فقط طرفداری هستیم که در تاجیکستان عدالت و انصاف باشد. حکومت تاجیکستان حکومت دوست، حکومت غارتگر، حکومتی است که ملت تاجیک از بین میبرد. حکومتی است که میخواهد که فرزندهای تاجیک دانه به دانه در میدان بغلطنند، اینا از دنیا بگذرند و یک گروه فقط ظالم در حکومت تاجیکستان ظلمش و ادامه کردن بگیرد. و ما و شما فقط تماشا میکنیم برادران. نه برادران، بیا تماشا نکنیم، بیا دست به دست حرکت کنیم، بیا ملت آزاد کنیم. بیایید برادران نترسیم. چقدر که ما و شما ترسیدیم، همین قدر برای آنها میدان خالی میکنیم. و انشاءالله من قسم میخورم، قسم به رب کعبه، قسم به او خدایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به پیغمبری فرستاد، تا آخرین نفس ما در این راه حرکت میکنم و تا نفس آخری ما، تا که مردم ملت تاجیک از این ظلم آزاد نکنم، تا آخرین نفسم با همراه عمر علی قواتوف هستم و تا آخرین نفس ما حرکت میکنم که این ظلمی که در تاجیکستان است این را تماما ریشه‌کن کنم. شما هم برادران مثل ما و یک فرزند تاجیک هستین، شما هم مثل ما و مهاجر هستین، شما هم مثل ما و یکی از فرزندهای بنوموس هستین. البته شما از او پدرهای نه آمدین که او پدرها بیناموس باشند، البته شما از او مادرهای تولد نشیدین که او مادرهای فاحشه باشند. همه ما و شما از کسانی تولد شدیم که اونها با غیرت بودن، اما امروز به خاطر چی ما و شما ترس اختیار کردیم؟ یگانه ما و شما وقتی که ترسیدیم برای این گروه ظالم ما میدان خالی کردن گرفتیم. نه برادرها، میدان حرکت میکنیم، ما خودمون در میدان داخل میشیم، ما خودمون حرکت میکنیم که در هر جایی که یک تمون میغلطه در جای او ما داخل میشیم و پرچم ما بالا میکنیم، پرچم آزادی را، پرچم دین اسلام این ظالم سرکوب کرد. البته ما برای شما چه خیلی که گفته بودم، این سیستم قرآن است که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر نابودی یک گروه با یک گروه دیگر نباشد، در روی زمین البته فساد می آید. در روی زمین چی می آید؟ فساد می آید. ما که نخیزیم این ظالم از بین نبریم، در تاجیکستان چی می آید؟ فساد می آید. خب ما و شما می بینیم که در تاجیکستان فساد به کدام اوج رسیده است.
به چنون اوج رسیدگی است که سبحان الله به نهایت زیاد فاحشه ها زیاد شدن، بیکاری، قیمتی اینقدر زیاد شدگی است که یک انسان حقوق خودش دعوا کرده نمیتونه. طرف پروکراتور میره اوجا هم مردم همین ظالم است، میلیس میره او هم مردم همین ظالم است. تمام حکومت تاجیکستان در دستی فقط یک عائله نجس، یک عائله پلید، یک عائله است. اصلا اونها انسان هم نیستن، اصلا اونها حقوق انسانیت نمیدانن، اونها از دین به نهایت دور هستند. بو نمیبرن از اسلام که اسلام یعنی چی؟ اسلام رحم دارد، اسلام ترحم دارد. ما و شما اسلام از زیر پا کردیم. خداوند برای ما و شما چیکار کرده؟ همین خیلی انسان ها را روان کرده. برای همین برادرای عزیز ما و شما باید چیکار کنیم؟ ما باید حرکت کنیم که ریشه این پلید رژیم ما باید ریشه کن کنیم. و یک چیز دیگر من میخواهم بگم که نگفته نمونه. این راهی که ما اختیار کردیم این راهی است که راه حقیقت است. ما هرگز از این راه بر نخواهیم گشت. ما فقط در این راه یک چیز رو میبینیم، یا پیروزی رو میبینیم یا که شهادت میبینیم. این راهی بود که پروردگار در قلب‌های ما را جا کرد. البته ما را یگان کس در این راه ما را اوگاوریت هم کدگی نیست و یا کسی ما را مجبور هم کدگی نیست. این فقط یک راهی بود که پروردگار در قلب‌های ما و شما داخت که حرکت کنید. ای مردم، ای مسلمان‌های تاجیکستان، خب شما چی به خواب هستید که ملتتون برباد می رود، دینتون به کلن خاموش می شود، دیگر نام خداوند در روی زمین تاجیکستان بلند گرفته نمی شود. این شما برادرها فراموش نکنید. از همین روز به بعد جنگ ما با امام علی، با رژیم، با حکومت امام علی، با همین امنیت ها، جنگ ما بعد از این روز سر می شود. و در هر کجایی که ما دستگیر کردیم، باور بکنید در هر جایی ما دستگیر کردیم اولاد امام علی را، در همون جا ما تیرشون میزنیم، در همون جا ما ضربه خودمون میزنیم. ما ایرا من ناترسیده ما برای شما میگم. همین خیلی برادرها شما هم مثل ما ولی جوان مرد هستید. خاموشی را اختیار نکنید و حرکت کنید که مردم را بیدار کنید. در همینجا برادرای عزیز سخنهای خودمان به پایان میرسانم. خداوند شما را ایمان کامل نصیب کنه. پروردگار ما و شما را در همین راه کامیاب بکنه. دعا بکنید، مردم را دعوت بکنید. شما هم البته جوان مردین، شما هم البته وطن شما هم تاجیکستان است. تا چی وقت ایره ما خاموش نگاه میکنیم، فقط ظلم و تماشا میکنیم؟ پروردگار قلبهای شما را پر از نور ایمان کنه. پروردگار قدمهای شما را ثابت قدم کنه. در این راه ما دلیرانه مبارزه ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.